تعمیر کارواش خانگی. وقتی پوسته کارواش رو باز میکنید به همچین محفظه میرسید. عیب دستگاه کم فشاری بوده، یعنی فشار آب کم بوده، فشار نداشته. یه همچین محفظه باز میکنید، پیچ آلن داره، باز میکنید با یه همچین محفظه مواجه میشین که داخلش روغن میخوره. این دو تیکه میشه. همه کارواش اکثرا همین سیستمو داره و این قسمت پکینگ دستگاه هست و این قسمت هم کاسه نمد. پکینگ کارش اینه که فشار بیاره بالا. حالا اگه باز کردید دیدید وقتی صدا میاد مغازم بر روی خیابونه پکینگا خرابه، مثلا یا لبش پریده یا داخلش سوراخه یا پاره شده، عوضش کنید. اگه این سالمه هیچ علائمی نداره پکینگا رو عوض نکنید. عیب از سوپاپاتونه. سوپاپ هم این حالت شیر یک طرفه عمل میکنه. اینا رو باید باز کنید